درود دوستای عزیز. اکثر مشتریان میان میگن استاد ما موقعی که در این موتور رو باز میکنیم بخار میاد بیرون و اینکه روغنی هم کم نمیکنه یا دود آبی هم نمیکنه. ببینید دوستان دیگه من چون 10 دقیقه وقت بود گفتم تا موقعیت هست و پیستون هست یه توضیح بدم، هم واسه مشتری عزیز خودم هم واسه دوستایی که میخوان علت این بخار رو بدونن و اینکه دود آبی نمیکنه. ببین دوستان ما تو پستان ماشین 3 نوع رنگ داریم که 3 نوع رنگ کارکردشون فرق میکنه. رنگ اولی که رنگ روغنیه مال چرب کردن پستانه توی سیلند. رنگ دومی که جنسش چدنه مال خشک کردن روغنی که از این سطح به بالا نره روی پستان. رنگ سومی هم رنگ کمپرس بهش میگن که کمپرسی که روی خود پستان ایجاد میشه به پایین درز نکنه. خب حالا کارکرد اینا رو من بهتون بگم. ببین دوستان موقعی که ماشین در موتور رو باز میکنید بخار میاد تو خود دری بخار میزنه بیرون. علتش اینه که این رنگ کمپرسی که این بالاست، این رنگ کمپرس موقعی که انفجار رخ میده این پستان رو فشار میده پایین، این رنگ اگه ضعیف باشه از اینجا بغل پستان کمپرس میره پایین میره تو کارتل هم که میره به خاطر همین یه هوایی ایجاد میشه. موقعی که دریا باز میکنی یا گیج رو میکشی بیرون شروع میکنه بخار کردن. ببین روغنی چیزی کم نمیکنه، فقط این کمپرس رو دار، یعنی کسایی که این اتفاق میفته واسه شون مشکل خاصی نیست، یعنی که بگن آره الا بله که الان موتور رو بزنیم پایین، نه فعلا. این رنگ دومی موقعی که ماشین میفته به روغن سوزی که دود آبی میکنه، علتش مال این رنگ خشکانه. موقعی که اینجا این رنگ اولی داره پستانو روغن کاری میکنه، این رنگ دومی اگه ضعیف باشه روغن از این قسمت فرار میکنه میاد بالا. اینجا از وقتی میاد بالا میاد روی پستان، موقعی که اینجا داره انفجار رخ میده با خود بنزین قاطی میشه، به خاطر همین روغن میسوزه که بهش میگن روغن سوزی. و دودی که اینجا باید دودش خیلی حالا زیاد مشکی رنگ نیست، دود مشکی رنگی که انفجار رخ میده قاطی میشه که میشه دود آبی، که اینجا کسی که به قول یار گفتنی حالا ببره پیش تامینگاه گاز بده، حالا خود مشتری هم دیگه ماشاءالله اینقدر فنی شدن که خودشون اصلا عیبا میگن میان اینجا به ما میگن برطرف کن. خدا رو شکر ان شاءالله که همه کاربلد باشن که حداقل بتونن کار خودشون رو توی یه جای بیابونی چیزی راه بندازن. پس دوستان اینم دیگه گفتیم چون حالا تخصص ما گفتیم در اختیارتون بذاریم و یه کمکی شده باشه. دوستان ببینید ترتیب خود هر جنس رنگی هم فرق داره. ببینید مثلا این ترتیب شما الان به شما میگم که به قول یار گفتنی حالا اگه همکاری چیزی هم تازه شروع کرده میخواد ترتیب اینو بدونه یه کمکی شده باشه. ببینید دوستان ترتیب این رنگ به این صورت، رنگ روغن رو بعد به این قسمت بذارید طبق همین علامتی که زدم. ببین خود رنگ خشک‌کن رو نیارید سمت رنگ روغنی که چیدید، اینو برعکس بذارید که دور از این باشه. ببین دوستان این رنگ هم ببین علت یه موقع هم هست که طرف میگه آقا من موتور رو تازه تعمیر کردم ولی ماشین 6 ماه کار نداد. ببین دوستان ترتیب این رنگ خیلی مهمه. اگه اینا رو باید قانونی دور از همه بذارید. اینا اگه بیان رو به رو هم خب اینجا شروع میکنه هم روغن هم کمپرس رد میشه. پس سعی کنید جوری ترتیب بچینیشون که اینا دور از هم باشه. پس شد رنگ روغن اینجا باشه طبق این
رنگ کمپرس رو این ور بذارید، یعنی طبق الان این ویدیو طبق این، و رنگ خشک‌کنی که ما باید دورش کنیم که خیلی مهمه این ور باشه. پس شد طبق همین که بچینید هیچ مشکلی پیش نمیاد و امیدوارم که از این ویدیو حداقل چیزی کمکی شده باشه. در خدمتی هستیم، اگر نظری خواسته یا توضیح چیزی هم باشه ما در خدمتیم. یا حق.